فرزند عزیز آدابش هم عزیزتر. عزت نفس یگان خواهر برادر نرسه به مادر هیچ کس نمیرسونه. مادر دیگره. اینم بچه کتم کن تردید بیا میگم بچه دیگه روز میگه او چم کلون کلون نشده یک کارتشکه قاقه کد کنه میلش علاش نمیمونه که من نیستم. فرزندو فقط خیلی تلفن میکنن حضور هر چورشو در شهرن. درود دوستان عزتمند، ماه مارت است و برابر آغاز شدن همین ماه همه ما یک سنه رو خیلی منتظر میشویم، زیرا اون سنه برای ما مقدس است. سنه هست که ما عرض و سپاسمون رو به مقدسترین شخص در حیات به مادر بیان میکنیم و ما وابسته به همین روز امروز در یکی از ناحیه های خیلی زیبای کشورمون قرار داریم، در ناحیه درواز. و اگر بگویم که تمام هستی و شروع و انجام زندگی از محبت وابسته است، باید فراموش نکنیم که محبت رو مادر برای ما آموخته است. پس سرچشمه محبت مادران هستند و با احترام با عرض سپاس برای تمام مادران خوب روی دنیا با این برنامه جشنی آغاز میبخشیم و یک صحبت خواهیم داشت همراه این بانوان بسیار هم خوشگپ از ناحیه درواز. شما به همی کوههای سربلندی درواز و همی دیار خشباد هوا و خش منظره و آوای صافی زلال ما خوش آمدی. تشکر زیاد و دوستان عزتمند، این مادر زیبا و به نور تاجیک 80 سال دارند. من میخواهم که درباره همین مهر و محبت مادری و دادن آن به فرزندان بگوید. مثلا فرزندان رو چگونه باید تربیت بکنیم که خوب به وای رسند، زیرا میگویند که پیشروی و آبادی جامعه از مادر وابسته است، زیرا تربیت پیش از همه در دست مادر است. 7 فرزند دارم، 4 دختر دارم، 3 پسر دارم، همشو عائله دارن. خیلی بچه‌م در ساختمانا کار میکنه، یکیش در شهر، یکیش در آغون، یکی آموزگار زبانی روسی را درس میده، تعلیم تربیت فرزندان را میگذرونه. دخترام یکیش صاحب کاره، یکی دختره، یکی خونه‌نشین در تربیت، دو کسیگن در تربیت فرزندان، یکیشون دوزندگی خونده است، یکیش در تربیت فرزندان. من فرزندام 1000 بار شکر ای شوهرم، خوش خرسندم که عائله بهترین هستم. تا حاضر فرزندام یگان کس اونا را لعنت نگفته است. تربیت خوب نقص شو کردم، همین تا تربیت کردم که یک کس شما را گپ سخت و قبیح تو نزنه. در فرزندام ای عائله شون اونا خرسندن، خوشبختن. 21 تا نوسه دارم، 11 حبسه دارم. 100 بار شکرونه خدا. و مادرم تریبا شکی فرزندش اون برکت آسیده بینه. ای فرزند خوب، میگن که فرزند خوب باغی پدر، فرزند بد داغی مادر، همه بابا و همه اوچه. من همی دایم نصیحت میکنم فرزندام که دخترای جون، بچهای جون، در رای راست بری، در رای بد نری، در کارای خطا دست نزنی، دایم کاری بکنی که کاری خوب و بهترین به شما باشه. بچم آموزگاره، میگم بچه جون ما همین نونه که میخریم ای دستی فرزندای مردم ای. تا فرزندارم تا تعلیم تربیه بکن که یک کس گپی گندت نزنه، در سری وقت در درسا باش و کار بیهودگی آواره نگرد. و همین تلفن‌هایی که حاضر من همین در همین باره تلفن‌ها خیلی یک میده کمی خیلی گیلمندم. به همین فرزندام که خیلی شکرونه خدا فرزندام کتا کردم در ساز و نغز درست خشرو هستن میروند. نه که فرزندان اونا خیلی ما بیم فرزندام نه گپ میزویم، سخن میزویم، گوش میکردن، اونا در همون گپی ما بین. این وسا
تخم ارزونو اینا خیلی گوش نمیکنه. با نه راست گپش خیلی حرمت میگن حرمتی به بی بابی را میکنن باری نکی کمک میخوایم نسل ترسیان نو هستند. ترسیان هم ترس نیبه حرمت آدابش خوب باشه میگن فرزند عزیز آدابش هم عزیزتر دویم و سکوم من خودم خیلی در کسب کار هنرمندی هنر داشتم هنر دارم در همه چهاربینی‌های ناحیوی و ولایتی و شهری اشتراک می‌کنم همین کسب کارم خرسندم بعد کلینام میگم احترام سقه شما به من فرزندی امی دختره کد پرتشو دختره ای بچنده دختره نه بعد میگم هنر به آموزنی به امی دخترات نکی هنر خو مرد باشه خو زنه هنر بهترین چیزه در جایی که میره هنر داری خورزار نمیگری برای همین اولی گلی بنده کشی پیشتر خدمو گلی بنده کارای ما و دوره پیشی ما عذاب مشقت های پر بین این گلی بنده کشی چی بود استک و خوب؟ اینا یک موره گلی بندک میکشیم و شوالکو در گرنامو میبستیم در دستامو میبستیم بعد و مورای قروتکی میگفتیم دوره پیش مورای قروتکی کمپیرا میگفتن امونا را خشرو میومن حاضر همه شیشگی و ولش یعنی اونو تری نبین او وقت زیبا بودن ها؟ چیزای پیش ارگینال بین اونای پیش حاضر همه خیلی نصیحت‌هایی که گفتید به فرزندانتون میکنید و هنرهایی که دارید خودی شما از پدر و مادر شنیدید و همین هنر از مادر گرفتید یا کمی از مادر خود یادآوری کنید. مادرم مادر خاکسار بی ما اومک ویمی ای جون من بعد کم اومک ویمی انا ایمه پایون خواهرام اوناشو آچک ومی خیلی با یک مدیه خورکم وقتی که همم بورش دشنبی انا او اموجا آچه گفت آچه اومگو من همی قکی کرم آچه گوی را نتونستم وقتی که گذشته شی اومم یک برو 4 خواهرم آچه میفتن من اومه میگفتم میفتن خیلی که اومه گمی اونا آچه گمی خاکسار بی مهربان بی میموندار بیم دای میمون داشتیم ریزمون داشتیم بعد کاری پر بیتی پیلا و تماکی و انا کاو کدراو بیو دوره بیش انا وقتی بیکارگی را نمیفته با امو وقتش نی همه هنرها را میکرن بعد میگفت دختر مسقه نه یاسی چرا بدوز نه کرته چرا بدوز نه چیزا بدوز که آیندت خارزار نگه همون گپای کلان سالا پیرا را گرفتیم 1000 باشکل خارزار نگشتیم فهمیدنی با محبت مادر تا امروز یگان محبت دیگر برابر شد؟ این همه تجربه که دارید؟ نه به دنیا مهر مادر بی کنار است جدا گشتن از مادر گران است رسول گفتا با ایزاه و صداقت که جنت زیر پای مادران است بله. خب شما از محبت مادر خود بگوید چون سوال کردیم شما نیز نگفتید. نه پدر به چی عزت نفس یگان خواهر برادر نرسه به مادر هیچ کس نمیرسونه مادر دیگره سوزش مادر دیگره هیچ کس به مادر نمیرسونه من یک مادر داشتم در همین قشلاق خودم در قشلاق زین میگن بهترین زن بود ان رفت گذشت رفت او به یگان کس جنگ نکرد به یگان کس گپی گندن هست خیلی به عزت حرمت همه ما صاحب خونه و در صاحب فرزند مادر را هیچ وقت فراموش نمیکنی لیکن مادر این خیلی که مادر به فرزند میسوزه این خیلی که مادر به فرزند عزیز است به فکر یگان کسی گنه پدرم عزیز این خیلی مادر هیچ کس نیست بله این یک مهری هست که گویا تنها در دل مادر جای گرفته به این قدر بزرگش و در آوان طفلی کودکان خیلی زیاد به مادر احتیاج دارن و در دوره جوانی یک کمی میشد که ما به پروا میشویم
و در شور و شوق جوانی گویا که یک کمی مهر مادر رو به کنج دل میبریم، اما بعد از آنی که فرزنددار میشویم اندیشه به سر مادر میآید. و هنگامی که ما در به همین سفر می آمدیم، یکی از همکاران ما گفتن که من وقتی که فرزنددار شدم، وقتی که پسرم خواب نرفت، من همون سحر خستم رفتم به خانه والدانم و پدر و مادرم را به آغوش گرفتم و گفتم که مرا ببخشید و من اینقدر خدمت هایی که شما برای ما کردید. ولی با عنوان چی در سین و سال بزرگسالی، در این سین و سالی که شما دارید، اون زحمت ها رو زیاد یاد میکنید، مثلا زیرا الکی فرزندان کلان شدن، راه خود رو انتخاب کردن، الکی مستقل هستن، زندگیشون رو خودشون پیش میبرن. جای بدرایم من خوابم، من بیدارم، من چیم اول پیش مادر میدرایم. چه اومدم حالی هم جنگش میکنم. اینم بچه کتم کن تردید بیا میگم بچه دیگه روز میگه او چم کلون نشده در پیش من حالی همون شادمانی. بله. حالی همون بچه‌ای. بله. در نزد مادر فرزند همیشه خورد است. همیشه خورد است. اگر دیتا بود رویت خک مادر این ندرومد. نیک ساعت باشه که حوال میآیند. امی خونه من میدرویند. میدرو چه اومدیم؟ کی وقتی باشن اگر که دیتا بیان یکان این همیشه اومدن اینا چه درومد؟ جوابی خیلی میگن تلفن قطعی خیلی ساعت باشه که تلفن هم با دکتر زرال امتیان کی با ما را خوبن کی میگن کی ما گجا رفتیم میدونیم کی نه بچه ما اونجا چند وقت بعد میآید. بله. انا این امکانیت‌های نوین خوب هستن اگر اون با معیارش درست استفاده بره. رحمت راست میگن. اینا میگن اینا میفهمیم که نه امروز بچه‌م دیر میآید میفهمم. بله. گجا رفته دیر تبیو اگر او هم تلفن نکنه خودم تلفن میکنم بچه جان در گجایی خیلی میگن همون جایی بعد دل آرام میگیره اگر نمیگیره دل تا دیری مادر دایم در پیش کودکی تمام کودکای ما دایم در پیش کودکن خیلی صد باشه که هر کدومش صاحب 3 فرزند 4 فرزندن خودشون هم پدرن لیکی با ما همون کودکش کودک و شاید احساس هم میکنید که از شما مستقل تر است ولی دل هستین قلب است. دل قلب. گفتید که به پای مادر هیچ کس به محبت مادر هیچ کس نمیرسد، لیکن اونه که محبت فرزند در دل یک مادر چگونه است؟ ما ارزش‌های زیاد داریم در زندگی، مثلا محبت به زندگی، محبت به دارایی‌ها، محبت به هر چیزی دیگر، حتی محبت به خود. میون این همه محبت‌ها، محبت مادر به فرزند که شما این حس رو تجربه کرده اید، حتی شاید بیبی هم هستید چند کرته. محبت مادر به فرزند چه خیلی است؟ چون همین تصویر زیبا رو من که تجربه ندارم میخوام بدونم. محبت مادر یعنی پسر رو به ما یا ما به شما با او گفتم خواه محبتی ما همه خب محبت بعد بعضی آدم بخشش میگن که امی نبیره شیرین نای من امی یک نبیره من دوستی پر میدارم خیلی مونم به دخترش میگم دیگه میگم که بعضی کس میگن که نبیره شیرین نای خب میگم نبیره شیرین نای نیک امی شیرین باشه امی یک بار امی شادمان ایدر میدروه دیگره بله نبیره هم شیرینه نیکی فرزند همیشه شیرینه بازم شیرینه یعنی که فرزند عزیزتر است در هر صورت همه وقت بله. همه وقت از هر امی نبیره رو همه دوست میدارن هم پسر تا دوست کودکش دوست میداره بله. نیکی برابری پسر هیچ کس دوست نمیداری امی فرزند خود دیگره میدونم که من امی نبیرم دوست میدارم همه دختر بچه خوبن نبیرم نبیرم با تعلیم با تربیت این خیلی تلفن بازی خیلی درباره تلفن خیلی کم نیست در خونه ما خیلی پدراش هم خیلی حوال ندادن شو آموخته نیستن نمیگیرن لیکن دوستشو میدارم. تماشابینان عزیز گمان میکنم چهره شما من گمان میکنم برای تماشابینان شناس هستند. اگر دوستان عزتمند شما خاله فاطمه رو در خاطر داشته باشید در نزد پرزیدنت محبوب کشورمون با همون لفظی زیبا شیوا و شیرینی دروازه برآمد کرده بودند و این گفتار در میان مردم خیلی پهن شده بود. این مادری عزیز هستند خواهر فاطمه و زهرا. بله بله ما نام مقصوده خاله مقصوده. شما خاله مقصوده اون کسا فاطمه و زهرا هستند. خب ما یک بار دیگه هم لیکن خیلی مانند است.
خیلی فرزند پدر. انا یک بار دیگه هم میگم ما گفته بیم امی باز همی فرصت استفاده میبرم بخشی زیاد اگر گپی بسیار زد باشم لحظه شما شیرین است. هر قدر صحبت کنید برای ما خوشایند. رحمت سلامت باشید. انا ای پرزیدنت کشور ما، پرزیدنت محبوب ما از زمین پس تا آسمون به همه خیش تبار ما ای پرزیدنت امی قمینت دار هستیم تو باز گفتنه دختر جان پیمونه در تمام جهان معرفی همه میشناسن. خاله فاطمه گفته بله همه میشناسن. ما میندار این هم خاله زهرا بود، این هم با خاله مقصوده. ما 5 فرزند پدر، ما 5 فرزند پدریم از دختر 5 فرزند دختری. این من به فکر من میآید که این محبوبیت جنوب است به نسبت خلق در دل خلق. محبوبیت جنوب است که یک خاله گفتگی پیمون خاله گفت تمامی همین تاجیکستان بیرون از تاجیکستان خاله فاطمه بله. همین میبخشید در بین صحبت میششتیم ما هم خاله فاطمهش میگفتیم. همونه خاله فاطمه گفتن من خیلی خاله فاطمه برای ما هم خاله فاطمه شد. پهلوی ما خاله قمرنیسا هم هستند. یکی از زنان بسیار هم فعال و هنرمند از ناحیه درواز که هنرهای بسیار هم زیبا دارند، بسیار کتبانوی ماهر هستند. سرچشمه این هنرهای شما، هنر کتبانوگی، هنر دوزندگی های شما نیست، شاید از همون تجربه های مادرتان است، شاید از همون آموزش های مادرتان است. بله، میگن که یک شبه آن رنج که مادر کشید با 2 جهانش نتوان برکشید. همون رنج و زحمت مادره که ما به این روزا رسیدیم. دنیای آباد، زندگی خوب، همش ای مادره. منم ای مادرم همه چی را آموختم. مادری من یک زنکی قشلاقی، چه خیلی بگویم، خیلی خونه نشینه، خیلی 9 فرزند مادری منی کلام کرد. همه را خونوند و همه را انا به جای رسون. بله. اصلا وقتی که ما تصویر مادر تاجیک رو میکنیم، مثلا یک نفر اگر مادر خودش را تصویر بکند گمان میکنه که درباره مادر من صحبت کرده ایستاده است. خیرتمندی، دانشمندی مادر، غمخوری مادر، صبر و تحمل مادر. من گمان میکنم که همین خصلت‌های ازلی برای مادر تاجیک است. بله. و این قدر رنج ها را باز نشان نمیدهد، مشکلی ها را نشان نمیدهد، همه خوبی ها را نشان میدهد. و از مادر ما میدونیم که همه ما مادرانمون را یاد میکنیم، اما کدام لحظه ها رو همین لحظه میخواهید یاد بکنید؟ بهترین خاطره ها و همون تصویرهای زیبا از صحنه های با مادر بودن. من قریب هر روز با مادرم نکی با هم کمای با هم خیال میکنم که اینا میرم خونه دادرم و قشلاق دیگری خیال میکنم که چیزی بکشمه بشی انا ینگه میرم در سری دیگ یک کرتشکه قاقه کد کنه میلش علاش میمونه که من نیستم. اینا همه میدونن. من خیال میکنم به مادرم ایچی نیستم. وقتی که مادر هست همه میگن سرجم است، به خانه مادر زیاد میرویم. وقتی که مادر درگذشت گویا همه پراکنده میشود. یک حافظ است شعر کدوم شاعری را میگه امردین کبیری هرگه گیرد خماری مادرم ای برادر خانه تو میروم. همین خواهر دادرای منی که در خونه آچم جمع میشوند به من با جا نمیرسه. من همه کلونیم در خونه جام نمیرسه، ایست میکنم و اوست میکنم با کسی نگم با بغیر آچم کسی نمیگه بیا بشی، آچم میگه تنی بیا بشی. انا بعد مادر نمیدونم چی بگم برای حالا مادر. هنرمند هستید، حالا هنرهای خوب دارید، در تمام ناحیه شما رو میشناسند، از شما گویا شاید مصلحت هم میگیرن، اما شما چی تا حال هم در حالتهای گوناگون زندگی از مادر مصلحت میگیرید؟ میگیریم. امون روزی که امی برای تلویزیونی سفینه ما رو در برنامه
کدمانو نوارگیری میره. بعدی او آچه میگه که ای قمری تو نگفتی که نگول چهار مغزه میشکی و آوش میریزی میجوشی، اینی هم خراکای دروازی است. بعد ترحبلار تو نگفتی. گفتم آخی برای چی نگفتیم؟ گفت درمو برای آستاسته گفتم تو نشنوی. اصلا ما بسیار از وقتا درگیری کار و از پیکار زندگی خود میشویم و مادران رو یک کمی فارغ بال هم میشویم، یک کمی بسیار سرگرمی کارهایمان میشه و به همین خاطر بودن چنین اید که ما توانیم بیشتر از مادرمون یاد کنیم، بیشتر مثلا تمام روز رو با مادرمون با همراه او صحبت کردن، با خاطره هایش رو یاد کردن و با احترام مادر ببخشیم. این بسیار هم خوب است. مادر همیشه همراه ما هست. در همه کاری که دست میزنیم ما معنی مادر رو میبینیم که از او آموختیم، که او به ما گفته بود، که او برای ما این راه رو نشان داده بود، که ما اگر طاقت کنیم به یک دشواری میگوییم که مادرمون نیز همین گونه طاقت کرده بود. مادر نیز همین گونه مثلا در یک حالت بود که ما از مادرمون تصویر داریم که بسیار صبر کرده بود، پس من نیز باید صبر کنم و گذرم. و امینه اینجا همراه ما باز یک مادر خیلی زیبا اما خاموش نشستن. من میخواهم که شما مادر عزیز درباره تربیت فرزند حرف بزنید. اکثر مادرانمون گفتن که با ما فرزندانمون احترام میگذارن. چی باید کنن جوانان که فرزند رو همون طور تربیت کنن که اون احترام از بین نرود؟ یعنی در نزد ما والدان این از همه شخصان مقدس ترینند و ما وظیفه خودمان میدونیم که مادران را احترام کنیم، در آوان بزرگسالی نگاه و بین کنیم، پرستاری آنها را به عهده بگیریم. ولی این باز هم برگردیم به روزهای اول از تربیه خود والدان وابسته است. یعنی مهر را در دل فرزندان چطور بزرگ کنیم، زیاد کنیم؟ فرزندو فقط تلفن میکنن، حاضر هر چورشو در شهرن، اونجا زندگی میکنن، فقط تلفن میکنن ای چی ما با خبرن، مادر جون چخیل سوز، پدرم چخیل. میگم همه سوز بچه جو همه ناز، یگون کمبودی نیست. نه بچه جون یگون کمبودی نیست، ای ما تنجیم، شما تنج باشی. قطعی فرزندات و کودکات ما خرسندیم، ما مینداریم، ما تنجیم. خدا را شکر. ما در هیدا در این 8 مرد تبریک میکنن. بسیار خیلی خرسند من فرزندم، احترام میکنن. خیلی در پیش میگن، در پیش جوروش هم میگن بهترین مادر مادری ما. خیلی باوش نمیدونم. حاضری نمرد دوشنبه بودم، رفتیم پیش دکتر. دکتر گفت که مادرت نرز مید، بسیار آدم خوب مید و پسرم گفت که بهترین مادر ای. گفت مادر من یکی وگانه بهترین ای. ما در پیش همو دکتر فخر کردم که این فرزند من از من افتخار میکنم. یعنی بودنشون، سخنهای خوبشون، صحبتهای گرمشون، اظهار محبت صمیمیشون، همه چیز بالاتر است. البته همه چیز. مادرم برای فرزند خوبه. چخیل نصیحت هایی که مادر و فرزند میکند یگان کس نمیکنه. تاثیر مادر و خصلت‌های مادر اصلا با دختر بسیارتر است. مثلا هر چیزی که هر خصلتی که داشته باشیم همین گونه هست در میان مردم که میگویند مثل مادرش است، مثل مادرش است. هر چی خصلت باشد، هر رفتاری که باشد. چی باید کرد مثلا مادران نو، اونهایی که نو فرزنددار شدن و یا اینکه میخواهند یک چیزی از شما تجربه بگیرن، یک چیزی از شما نصیحت بگیرن، چی باید کنن، چگونه رفتار داشته باشن که مثلا دخترانشون بگویم از آنها یک تجربه خوب بردارند و همان نسخه مادری اصلی خوبی خودشون شوند؟ من با دختر من با کلینو میگم فرزنددار بخونونه، بیاموزه که برای خودشون در آینده خور نشوند. من خدمی چی دوزندم در همه آزمون ها در دوشنبه خورق اشتراک کردگیم. من با کلینا نشون میدم، نبیرو را هرچی در شرم باشن که رفته و اونا نشون میدم که همی کسب کارم. من ای مادرم یاد گرفتم خور زور نشیم. این 2025 گیرنده گرند هستم، 40,000 گرفته. حاضرین
کمم باشه سهم خودم میگذارم. انا 3 نفر وای دختران خونه‌نشین به کار گرفتم و کار فعالیت کرده استم، نشون دادم و 20 نفر با طلبانگر از طرف شغل اهالی درس دادم. مادر همیشه مادر است. من هم یک چیز در پیش چیز که همین مادر اگر سواد داشته باشه فرزند با سواد میبرایم. بله. من همین نخوندم، یگان جا نخوندم. این حاضر در 61 رفته استم، حالی هم کتاب میخونم. نه که یگان مکتب نخوندم. دوره ما خیلی نه به داخلی نه هم گفتم. بله محدودیت ها بود. بله. اگر نه ما سواد داشتیم، این پای فاطمه هم گفته بودیم، مادرم با سواد بود. انا ما هم با سوادیم، هممون این حاضی هم میخونم. خیلی این دختر ما برای می صبح دانایی نبرم تیار کرده استم، همه شعراش همین خودم خط اشتیاق کار کرده استم. استادش خودم گوید. خودم. بله. انا من بعد که امی بچه‌م رفت در روسیه مکتب خون. مکتب رفت، بعد همون جا رفت تلفن کرد گفت مادر جان 1000 رحمت برای شما. امی 7 فرزند دارم، هر کدومش مهر خودش داره. یکی بچه که میآیه میرم یک میده توته دونه چکیگی 4 مغزی ای شرکی میآیه همون چیزای و جای من میارم میبینم. بعد میگم بخیر به نفس خاطر تو نرسه جون که خیلی مهمونه. با بچه که گمیه یک میده حسله و یک چیزی خیلی با جای ترکه با بیوش میارم. با دخترکا میآین میخیزم خودم زنای بچه من نمومه که یکی با دردای سر بیومن آیسه و سه میخیزم اونا سر جمعی همین هر 4 شو هم طریق فریاد شکل میآین خودم میخیزم آب اوقاتشو میکنم. دایم تنجی و مانی باشه و صلح و آسایشتگی باشه که به امی روزا امی مادرها را به امی سخنا به امی شما ایرهای دور اومه ما را سرجم سرگرم جناب یالی کرد. نه اصلا همین صحبتی که داشتیم فکریت رو نمیدونم، من تصور کردم که روی دسترخوانی خانه خودمون هستم و هر گونه که از مادرم سوال میکردم و او به من پاسخ میداد و من همین گونه نشسته گوش میکردم. از همه سخنی خوبش برایم همون دعایش بود. همین دسترخوان نیست، همین نشست نیست، برایم همین گونه تصویر زیبا رو به یاد آورد که مادران همیشه سخن زیبا میگویند و ما همیشه از همه چیز، از همه سخنهای دنیا بالاتر دعای مادر رو میخواهیم، محبت مادر و همون تمناهای نیک مادر رو بهر خودمون میخواهیم. و خواهش‌های ما و امیدهای ما نیز همین است که مادران ما نیز همیشه خرسند باشند، قلب شاد داشته باشند و بگذار که فرزندان نیز احترام مادر رو همیشه به جا بیارن و ما میخواهیم که مادران ما در همین وطن آرام و آباد و آسوده‌مون همیشه در زیر سایه فرزندان اونهایی که به کمال رسیدند روزهای خوب را سپری بکنند. تشکر زیاد میگویم به شما. روزتون مبارک باشد. روز مادران به همه‌تون. و تمام همه تاجیکستان مبارک. سلامت باشید. از همه چیزی مهمترین برای ما چهره پر از تبسم شماست. زیباترین تصویری که ما میتوانیم در خاطرمون از شما داشته باشیم همون چهره است که به سوی ما همیشه لبخند میزنه و این امید برای زندگی، برای ادامه زندگی ما. خوش بمانید و مادران همیشه باشد که ما باشیم.